هیچ خبر نیست شیشه ها بسه بلا شیشه ها بدیم بالا جو آنتن نمیده نه با آنتن میده دیگه تمام شد باد خیلی شدید نشه حاجی گفت اصلا هیچ جا دیده نمیشه واقعا عجیبه نماز آیات باورتون میشه واجب شد جدا شب شده فیلم برداری فقط فیلم برداری واقعا حاجی شوخی نمی‌کرد واقعا ما الان توی حاجی میگفت من فکر کردم ساعت 12 شب واقعا قضیه داره یا ما الان توی ویلا چراغ دندقه است روشن کن چراغ دنده چیز بگیر چی میگن چراغ خطر نداری واسه ماشین خاموش کنم این گرد و خاک خاموش الان تو گرد و خاک کامل ما توی طوفان کامل به سر میبریم الان روزه بچه آخرین وصیتتون بکنید توی این گرد و خاک یک عکس از اون بگیر به سر قبرم الان مشخص نمیشه الان کی به کیه الان ما رو زمینیم الان ما رو زمینیم آسمونیم هواییم